مهمان من یکی از مخالفان سرسخت حکومت تاجیکستان و به خصوص رئیس جمهور آن است. 21 سال قبل به دلیل انتشار روزنامه انتقادی چراغ روز در تاجیکستان تحت تعقیب قرار گرفت. از کشورش به مسکو گریخت و روزنامه‌اش را برای 5 سال در آنجا منتشر کرد. ولی بعد از اون که زندگی در مسکو هم برایش خطرناک شد، به آلمان رفت. اسلامگرا، تندرو، عامل صهیونیسم و این اواخر تروریست مطبوعاتی القابی است که حکومت تاجیکستان به او داده، ولی خودش میگوید او وظیفه‌ای جز آگاه کردن مردم تاجیکستان به حقوقشان ندارد و برای این کار تشکیلاتی به نام حرکت وطندار درست کرده. ولی چقدر مردم تاجیکستان به او گوش میدهند و تشکیلات سیاسی او را میشناسند؟ اینجا برلین و من دولجان عطاولایف. درود بر شما هموطنان عزیز. تابستان سال 2013 برای من هم از جهت مجازی و هم از جهت واقعی بسیار تابستان گرم، از حد گرم بود و هر لحظه امکانی بازداشت یا زندان کردن یا به تاجیکستان استرداد کردن و یا کشتن من از امکان دور نبود. حکومت تاجیکستان تمام کار هرچی از دستش می آمد به تمام راه‌های معمول و غیر معمول به مقامات عالی روسیه مراجعت میکردند که مرا یا بازداشت کنند و به هر راه دیگری به تاجیکستان سپارند. میدانم که در روسیه یک گروه کلانی از تاجیکستان آمده بودند و وظیفه آنها بازداشت کردن و ربودن من بود. حتی باری من قریب بود به دست می افتادم. ما یک ملاقات داشتیم در پریزیدنت اتیل مسکو، تقریبا ساعتهای 8-9 بیگاه بود که من از ماشین بیرون نشدم و راننده که یک دوست من بود گفت که از پس ما به نظرم آدما هستند. ما تقریبا در داخل مسکو شاید قریب 1 ساعت گشتیم با ماشین. از بس که این ماشین خوب داشت و راههای مسکو خوب می داشت، به زور ما به یک مهمانخانه رسیدیم و من وارد مهمانخانه شدم. بعد 10 دقیقه همون نفری که مرا به مهمانخانه گسیل میکرد گفت که دادا جان التماس از مهمانخانه نبرید، در بیرون شما رو انتظار هستم. خلاصه از این خانه به این خانه، از این مهمانخانه به این خانه در احاطه محافظان بسیاری گشتن به جانم زده بود. اما من نمی توانستم بدبختانه از روسیه برون شوم، زیرا مهلت بود و باش من، مهلت ویزای من در روسیه تمام شده بود و مرا آسان میتونستند که در هر فرودگاهی بازدارند. یگانه راه تمدید کردن ویزا بود، یعنی ویزای نو در روسیه گرفتن که این بسیار خطر داشت. بسیاری دوستایی که در مسکو داشتم یا گوشه میگرفتن و میپرتافتن یا بهانه میکردن که در رخصتی هستند یا هر چیز دیگر میگفتن که به همین قضیه شریک نشوند و فقط غیر رسمی گوشانه میزدن که من باید روسیه را ترک کنم. اما من مثل یک بندی بودم و نمیتونستم به یگانجا سفر کنم. خدا را شکر یکی از دوستان را پیدا کردم که عنوان گنرالی داشت و در یک وظیفه بسیار مهم کار میکرد. او پاسپورت من، گذرنامه من گرفت، گفت من حتما برای شما ویزا درست میکنم که شما آسان از مسکو بیرون شوید. مشورت چنین شد که من باید همراه خودم یگان چی نگیرم، بلیط هم نگیرم، فقط ما به ایرپورت میگوییم به فرودگاه و در فرودگاه بلیط میگیریم و یگان کشور اروپایی سفر میکنیم. ما تقریبا ساعتهای 5 سحر به فرودگاه شرمیتا آمدیم و من به لندن، پایتخت بریتانیا کبیر، بلیط گرفتم. همراه خودم یک سمکه داشتم و در اون سمکه همگی یک جفت جوراب داشتم، خلاص دیگر هیچی، و تلفنی که همون تلفن‌های کهنه که در اون یک رقم بود، همون رقمی همون گنرال دیگر تمام. وقتی به فرودگاه شرمیتا رسیدیم من بلیط گرفتم. راستگم باید اقرار شد که دلم میزد. احساس میکردم که در یک دوره بسیار خطرناک، در یک وضع بسیار خطرناک قرار دارم
و خدا به شکر من از همه اون ویا گذشتم، از مرز، و وقتی که به سمالیات داخل شدم و سمالیات پرواز کرد، بعد گفتم خدا را شکر که باز یک بار دیگر مرا نجات دادیم. من آمدم به لندن و دوستای من در مهمانخانه کانتیننتال برای من جا گرفته بودند و من ساده کوهستانی با یکی از رهبرای تلویزیون کاپلوس در همونجا واخوردم. اون یک عکس مرا گرفت در نظر مهمانخانه و در فیسبوک گذاشت. این دوستای من هم حیران شدن که تو خودت به دشمن ادرس خودت میگویی و باز مهمانخانه دیگر گرفتم. من رفتم به مهمانخانه دیگر، گرچند که در همون شب و روزها در لندن یافتن مهمانخانه بسیار مشکل بود، که کدام چهاربینی بین خلقی بود، اکثر مهمانخانه ها بند بودند. خلاصه در لندن من یک برنامه نو میخواستم در کاپلوس به راه اندازم به نام سیر سیاسی و این برنامه رو تیار کردیم و یک مصاحبه به زبان روسی با خبرنگاران تلویزیونی مشهور کاپلوس. وقتی با تاجیکستان مقایسه میکنی فرق از زمین تا آسمان است. پارلمان تاجیکستان یک پارلمان کیسگی است. گمان میکنی که یک رمه را در یک تالار جا کردن و گوسفند زیاد خاموش میخورند و همیشه دست بالا میکنند، دیگر کاری ندارند. این پارلمان را نه خلق انتخاب کرده است، بلکه اینا همه انتخاب کرده های رحمانوف هستند، یا نفقورا هستند، یا بیکارخوجا هستند، یا بومژ های سیاسی هستند که آنها را رحمانوف در پارلمان جا کرده است و هر چیزی که رحمانوف گوید این توده گوسفند همیشه دست بالا میکند. فقط دست بالا کردن، پا بالا کردن، سر زدن، لبک زدن و دیگر چیزی در پارلمان تاجیکستان دیده نمی شود. در اینجا مردم بحث میکنند، در اینجا برای هر یک قانون، برای هر یک موضوع حزبها، شخصیتها، دیپوتاتها با هم دست به گریبان میشن، ساعتهای دراز بحث میکنند. هر کس میخواد حقیقت خود را به مردم برساند و در آخر یک قرار قبول میکنند که از این قرار همه آگاه هستند. و این پارلمان هر کسی میخواهد آزاد میتواند وارد شود، در همین تالار نشیند، محاکمه مسئله را گوش کند، بها دهد و اگر به چیز راضی باشد یا نباشد به وکیل خودش مراجعت کند. وکیلی که درد مردم را نمیگوید در نوبت دیگر هیچگاه و به هیچ وجه انتخاب نمی شود. و دیگر این مدتی که در لندن ایستادم در فکر اون بودم که اکنون به کجا می روم. در آلمان برای من گفتن که بهترش به یک کشوری دیگر روم، زیرا در آلمان بودن شاید خطری داشته باشد. من از واقعا در زمانی در لندن بودن چند برنامه برای کاپلوس کردیم و از جمله یک صحبت با تلویزیون نامداری BBC که این صحبت هم خیلی واکنش های گوناگون به بار آورده بود و نام اون برنامه بود با عبارت دیگر. بعد از لندن یکی از دوستان زنگ زد که میخواد همراه من واخورد و در پراگ، پایتخت چیخ. من آمدم به پراگ، این واخوری گذرانیدم و هر روز میرفتم همین مهمانخانه، در کوچه ها هم کم سیر و گشت میکردم و به خلاصه آمدم که باز به مسکو برمیگردم. این دفعه به مسکو، شهری که بعد دوشنبه برای من دومین شهر عزیز و واقعا شهر جوانی ها بود، میخواستم برگردم. زیرا مسکو برای چی مهم بود؟ یکم که در مسکو مهاجران بسیار هستند. دوم یک خوبی دیگری مسکو در آن است که از تاجیکستان آدمان زیادی می آمدند، با آنها صحبت ها میکردیم، معلومات میگرفتیم و واقعا در نبض تاجیکستان گویا نبض تاجیکستان رو در دست داشتم. وقتی به فرودگاه شریمت آمدم، اول چی بود؟ گمان کردم میگم مشکلی نیست. من گفتن که شما باید یک چند دقیقه ایستید.
اول بردن یک جا که اونجا خارجی ها بودن و افریقایی های زیادی بودن، در اونجا موندن. بعد به همان گنرال تلفن کردم که خیرت گوشه گرفت و در یک سفر با ولادیمیر پوتین در نمیدانم در ونزوئلا بود و در برزیل بود و در همین کشورها بود و یک حقارت روسی کرد و گفت که من توی گفته بودم بی مشورت نبیا. من گفتم خیلی دیگر من در همین جا هستم، میگم ایلوش باید کرد. بعدی 10 یا 15 دقیقه اثر نو زنگ زد، گفت که یگانه راه بازپس گشتن تو به چی است؟ به آلمان یا که به چیخیا. بعد این صحبت مناسبت کارمندان فرودگاه شیرموت دیگر شد. من موندم که من رفتم قهوه گرفتم، غذا خوردم و گفتن یگانه راه، بسیار معذرت میخواهیم، یگانه راه بازگشت شما به چی است؟ به پراگ. با همون ریسی که من آمده بودم گشتم، من با همین ریس به پراگ آمدم و به دوستا زنگ زدم که من در چی هستم؟ در پراگ هستم. همه حیران شدن و بعدا این سفری نوبرار در مطبوعات، در رسانه ها خیلی چی یافته بود، تجسم یافته بود. باز پراگ و باز همون زندگی تماما نامعین، آینده نامعین، نمیدانستم که به کجا روم. تمام چیز چاریم در مسکو بود. در این پراگ نمیدانستم به چی مشغول شوم. بعد خواستم که همون یک واخری دیگر با یکی از با چندین شخصای معتبر تاجیکستان در تبلیسی پایتختی گرجستان مشورت کردیم که در تفلیس رو میخونیم. وقتی که به تفلیس آمدم تقریبا ساعت 5 شب بود یا 4 شب، یعنی یادم نیست. همه گذشتن از این ریس، فقط یک من موندم. همون سرحدبان مرزبان به من گفت که میبخشید کامپیوتر ما اشکال دارد، باید شنید. اینجا ششتم فرودگاه تمام خالی شد، یکان ریس دیگر هم نبود، یکان مسافر هم نبود. بعد یک کارمند فرودگاه نزد من آمد، همون نفر یک جوان گرجی که در وی هست، در رویختی دوستان در فیسبوک هست. بعد اشاره کرد طرفی داری حاجت خانه. وقتی که رفتم و هم آبی پیش من کشید، هم آبی پیش خودش کشید و آیسته گفت که اگر یگان شناسی دارید به پا خیزانید، زیرا شما را به تروریسم ایدار میکنند. خوشبختانه در تفلیس ببخشید پیش میخوام یک چی بگم که من هر کجایی که سفر روم یک پاپکه دارم. در همون پاپکه همه مقاله هایی که درباره من به زبان های گوناگون دنیا عکس ها چاپ شده است همراه خود میگیرم که اگر مبادا بازداشت شوم همین پاپکه نجات به اونا نشان میدم و مناسبتشون معمولا دیگر میشد. بعد این در آلمان هم وقتی کاری نبود، حال شب بود، در مسکو هم و با وجود همین به دوستا به آلمان زنگ زدم، به مسکو زنگ زدم، گفتن که من در تفلیس در ایرپورت هستم، خطر دارد که مرا اینجا بازداشت کنم و به تاجیکستان سپارند. عجیبش این است که از همین سفری من به تفلیس چندین نفرها خبر داشتند و من به آن باور هستم که اونا به حکومت تاجیکستان خبر دادن این مشروط منم. برای اینکه وقتی در فرودگاه بودم یکی از دوستان زنگ زد و گفت که حاضر یک گروه از تاجیکستان به کیف پرواز کردند و از کیف میخواهند که به تفلیس رسند و حکومت گرجستان را باور کنانند که تو یک جنایتکار هستی و تو را بازداشت کنند. تقریبا بعد 2 یا 3 ساعت صحنه دیگر شد. اول سفیر آلمان در گرجستان زنگ زد، بعد نماینده سازمان ملل متحد آید به پناهندگان و از همه اساسی دوستان از سازمان خبرنگاران بدون مرز و دیگر در چی هم بعدی که همون یکی از نماینده های فرودگاه آمد و اون پاپکه من دید موضوعش دیگر شد. من به وی گفتم من یک ژورنالیست هستم، یک سیاستمدار هستم، نه یکون تروریست هستم و یکون چیز دیگر. شما میتونید در اینترنت در گوگل بزنید و تمام معلومات درباره من هست، من یکون چیزی پنهان ندارم.
از هم عجایبش بعضی تاجیک ها یا که تاجیکستانی ها آوازه پهن کردن که این بلوچان برای خودش یک PR میکند. این نه در مسکو بازداشت شده است نه در تفلیس بازداشت شده است. گرچند که اولین بار میگویم مجبورم که این حرفای گویم. کارمندان BBC دوستان خودم برای من اونجا مهمانخانه فرموده بودن و همون مهمانخانه صاحب همون مهمانخانه خصوصی هم برای پیشواز من آمده بود و بعدا در مطبوعات هم روزهای دیگر خیلی خبر و مقاله ها در این باره چاپ شد، از جمله اظهارات وزیر کارهای داخلی گرجستان درباره اون که مرا در گرجستان برای من یگان رای ندارد، یگان مشکل ندارد، آنها مرا فقط با طلب اینترپول بازداشت کردند. و بعدا در همان شب تقریبا ساعت 11 شب در تفلیس برای من گفتن که شما دیگر ما اینجا خطر دارد، باید که تفلیس رو ترک کنید و من بلیط گرفتم به شهر فرانکفورت آلمان. از آنجا آمدم من به برلین و در برلین هم عجیبش این بود که وقتی با دوستا در ساختارهای دولتی آلمان وقت کردم، این قصه های با اونا نقل کردم و اونا هم در جریان بودن. بعد اونا گفتن که شاید یک مدت به یکون کشور دیگر سفر کنید یا بهترش به امریکا. اما در همین دوره یکی از دوستان پیدا شد، یک تشکیلات هست به نام پین کلوب، یعنی کلوب نویسنده ها. اونا برای من پیشنهاد کردن که شما میتونید در مدتش نیم سال یا یک سال هر وقت خواهید چقدر خواهید شما میتونید که در شهر انتورپین بلژیک زندگانی کنید. و من با چمدانهای خودم گرفتم و با این چمدانها رفتم به انتورپین. عجیبش این که این تصوری من بود. من گمان میکردم که حکومت تاجیکستان در اروپا اصلا نه آبرو دارد نه اعتبار دارد، لیکن واقعا همین هم هست. اما خبرهای گوناگون میرسیدن که حکومت گروه های مخصوص آماده کرده است که این گروه ها باید که هر کجای من باشم باید از بین برند. شما تصور میکنید اینقدر گماشته ها، اینقدر خودباخته ها، اینقدر بی وجدان ها، بی ناموس ها، بی شرف ها زیاد شدن که بعضی آدم ها از تاجیکستان به من زنگ میزدن، میگفتن استاد یا برادر یا فلانی از ما خواهش کردن که شما را چی کنیم، ما رویم از بس که ما شما میشناسیم رویم با شما واخوریم و به شما یا زهر دیم یا یگان کار کنیم. در بین همینا خیش تباران خودم، همشهری های خودم هم بودن که اختیاری به نزد این یا آن وزیر یا که نماینده های ساختارهای قدرتی رفتن و پیشنهاد کردن که اگر شما برای ما پول دهید یا مبلغ جدا کنید ما خودم این آدم رو نیست میکنیم. این است مناسبت انسانی و مناسبت آدمی و آدمیت. برای من میگویم که 30 سال است که ما تا این درجه پس شدیم، تا این درجه از بی ارزش و بی ارزش ها شده ایم که آماده ایم به خاطر یک مبلغ، به خاطر پول ناموس خودمایه، شرف خودمایه فروشیم، خیش خودمایه، برادری خودمایه، همکسب خودمایه، دوست خودمایه به قتل رسانیم. اما من باز یک بار میگویم، بارها گفتم و بارها میگویم، با این همه سادگی ها فقط فضل الهی بود، فقط محبت خداوند بود که من زنده ماندم. راستی از مرگ ترسی ندارم. هر کجای روم چند چمدان دارم و در یکی از چمدانهای من همیشه این بیرق هست. من این بیرق برای آن به خود میگیرم که خدایا نکرده مرا کشته شوم یا که به مرگ خودم بمیرم، در روی تابوت من با تابوت مرا با آن همین بیرق، با آن همین پرچم مقدس بپوشانم. داستان این سوء قصد ها، فشارها در اینجا
به اتمام نمی رسد. در سری نوبتی من به شما از آن حکایت خواهم کرد که چطور من در برلین در دم مرگ بودم. تا کشتن من شاید چند ساعت و چند روز مانده بود که مقامات آلمان از این آگاه شدند. در این باب در صحبت‌های آینده. خدا به همراه. تا دیدار.